بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. صدای سلامت، طب نیاگام. سلام علیکم شنوندگان عزیزی رادیو مهر. محمد حکیم هستم، محقق طب نیاگام از استودیوی رادیو مهر در خدمت شما هستم. بخش صدای سلامتی رادیو مهر قصد دارد در سلسله برنامه‌هایی به نام خاصیت‌های شفابخش عسل با شما همراه باشند. شنوندگان عزیزی رادیو مهر، به برنامه خاصیت‌های شفابخش عسل خوش آمدید. ما در این سلسله برنامه قصد داریم اول کمی در رابطه با عسل صحبت کنیم و یکی از درمان‌های آن را برای شما بگوییم. میام از شهر عشق و کول بار من غزل، پر از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل. همانطور که میدانید عسل ماده غذایی بسیار غنی و انرژی بخش است که حدود 80% از آن را قندهای ساده تشکیل می‌دهد. هر 100 گرم آن 320 کالری ایجاد می‌کند. این قندهای ساده به سرعت جذب می‌شوند و اثر انرژی بخشی خود را آشکار می‌کنند. گفتنی است علاوه بر اثر کالری غذایی، اثر و خاصیت ضد باکتریایی دارد. و از زمانهای قدیم انسانها از این خاصیت ضد میکروبی عسل استفاده کردند و سود بردند و آن را در درمان مریضی ها و بیماری ها و ناراحتی های پوستی از قبیل زخم، سوختگی به کار بردند. البته عسل یکی از بهترین پانسمان ها محسوب می شود. همچنین عسل در درمان بیماری های تنفسی و عفونت‌های ناحیه حلق به کار می‌برند. خاصیت ضد باکتریایی آن موجب اثر بخشی عسل می‌شود. عسل و درمان‌های ساده. درمان سوختگی‌ها با عسل. برای درمان سوختگی چند روش درمان وجود دارد. روش اول، از مخلوط کردن عسل با روغن زیتون به نسبت مساوی، یا اگر روغن زیتون نبود می توانید عسل را با روغن زرد یا همان مسکه به نسبت مساوی مرهمی تهیه کرده و استفاده نمایید. و اما روش دوم، در درمان سوختگی و مخصوصاً سوختگی با آتش، سرکه یا همان اکسوس را با عسل مخلوط کرده و به محل سوختگی بمالید. بسیار فایده‌ناک است. استفاده از عسل به عنوان مرهم در درمان سوختگی ها حتی از قدیم رایج بود و در طب سنتی و طب نیاگان نیز به آن اشاره شده است. در ترمیم بافت و جلوگیری از افزایش عفونت از طریق استعمال خارجی بسیار مفید می باشد.
عسل به واسطه آنزیم هایی که دارد در ترمیم پوست سرعت می بخشد و از شدت درد می کاهد و از آب آوردن جای سوختگی ها پیشگیری می کند. از دیگر خاصیت های عسل در زخم این است که عسل از خونریزی زخم پیشگیری می کند و موجب انعقاد خون می شود. عسل به علت خواص جذب آنی که دارد ترشحات پوستی را جذب و به بافت‌های پوششی غذا می رساند و باعث شادابی آن می گردد. تحقیقی در آفریقا نشان می دهد که عسل در بهبود یافتن محل جراحی و پیوند پوست و همچنین در قطع عضو بسیار فایده‌ناک بوده و کمک کرده است تا زخم‌ها سریعتر بهبود یابد. عسل در درمان زخم‌های مزمن و بدبو و جذام مؤثر بوده است و جواب گرفتند. شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. ما قصد داریم در برنامه‌های بعد هم کمی در رابطه با عسل صحبت کنیم و چند نسخه و درمان از عسل برای شما بگوییم. امیدوارم که همیشه صحیح و سالم باشید و از عسل فقط برای غذا استفاده کنید، نه برای درد و درمان. شنوندگان عزیز، اگر سوال یا نظری دارید برای ما بفرستید. امیدوارم همیشه شاد و سالم و خوشبخت باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org